منابع پایگاه خبری بامداد از استرافشان خبر دادند که علیشیر سلطانوف صاحبکار معروف از استرافشان و مالک آسایشگاه اویس سیتی روز 23 فوریه دستگیر کردید. روز 24 فوریه دادگاه برای حبس پیشکی وی اجازه داده است. بازداشت علیشیر سلطانوف چند روز بعد در صفحه اویس سیتی در فیسبوک نشر شدن عکس ماشین گرانبهای سردار ناظرات اندوز استرافشان و به کروپسیا و پولستانی از صاحبکاران عیبدار کردن معاون او عزیز احمدزاده صورت گرفت. به ضد صاحبکار بر اساس 2 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان، قسم یکم ماده 303 تحقیر نماینده دولت و قسم دوم ماده 346 دیده و دانسته رسانیدن اخبار بر دروغ پرونده جنایتی گشودند. به علیشیر سلطانوف اکنون برای فحشکاری هایش تا 2 سال کارهای اصلاحی و یا تا 5 سال حکم زندان تهدید میکند. اما یک منبع آگاه از جریان این قضیه گفت علیشیر سلطانوف این اتهامات به ضد او اعلان شده را قبول ندارد و گفته است که در دادگاه با سند و دلیل در کروپسیا و پاره‌خوری دست داشتن راهبران ناظرات اندوز استرافشان را اثبات خواهد کرد. یکی از دوستان علیشیر سلطانوف او را از انگشت شمار صاحبکاران استرافشان نامید که به گفته او به یگان مقامات سرخم نمی کند، خوش آمد نمی زند و پاره یعنی دالی هم نمی دهد. به همین دلیل در 5 سال آخر اینک بار چهارم است که او را حبس می کنند. این 4 پرونده همش را ساخته و فرمایشی بود و تنها با یک مقصد روح و غرور سلطانوف را شکستند، ولی نتوانستند. او سرخم نکرد. حتی وقت به حبس گرفتنش هم بار دیگر به طرف کارمند اندوز خطاب کرد که او پاره خور است. ماجرای اخیر بین صاحب ملکان آسایشگاه اویس سیتی و راهبران نظارت اندوز شهر استرافشان روز 18 فوریه با آن آغاز یافت که در صفحه اویس سیتی در شبکه فیسبوک عکس یک ماشین جیپ تمغه تویوتا پرادو رنگش سفید و رقم دولتیش 3322 MK01 را نشر کرد و نوشت این ماشین رئیس نلاگ شهر استرافشان $50,000 می استد. با همین ماشین عروس خوجند رفته می بیاید. به کدام مبلغ؟ معاشش 1000 سومانی. روز 20 فوریه امین صفحه اویس سیتی باز هم در فیسبوک عکس یک ماشین تمغه BMW رنگش سبز بلند و عکس عزیز احمدزاده معاون سردار ناظرات اندوز شهر استرافشان را نشر کرد و نوشت ضمنچالنک نلاگ استرافشان به نام عزیز از صاحبکار 40,000 سومانی ستانیده است. عزیز احمدزاده که تازه ماه سال 2021 از مقام سردار ناظرات اندوز نویه بزرگترین جمهوری نویه باباجان غفورов برکنار گردید، معاون سردار ناظرات اندوز استرافشان تعیین شده بود. او را همچنین به اون عیبدار کردند که شهروندی روسیه دارد. طبق قانون تاجیکستان در مقامات دولتی و گذشته از آن در وظیفه‌های مسئول کار کردن آنهایی که شهروندی کشور دیگر را دارند منع کرده شده است و 2 سال پیش دادستان آن وقته استرافشان را به همین دلیل شهروندی روسیه داشتنش از مقام برکنار کرده بودند.